لومبارد عزیزان چیزی دیگر لومبارد است که اگرچه نامش را گروخانه میگویند، آن گروخانه نیست، آن حرامخانه یا گفتیم ریباخانه، فائزخانه می باشد. فائزخانه می باشد که سبحان الله در تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان خیلی دارد افزایش می یابد. این در روسیه هم لومبارد اگرچه به بانک رابطه نداشته باشد، هم انسان های فائزخوری، فائزگیر به کسی که محتاج پول نقدی هست میگویند تو به من تلوواریت را یا هر چیزی که گران در دست تو هست، خواه از پالتوها باشد، خواه از کیف یا سمکه های قیمت باشد، یعنی هر چیزی که داری در دستت چیز قیمت بها به من میدهی، من به تو همون پولی که الان به تو لازم است قرض میدهم، اما با پرسنت، همون لحظه با پرسنت 10% یا کم یا زیادتر. بعدن اگر در همون دو سه یعنی مدتش تا ماه نمی رود در لومبارد، در همون مدت کوتاه اگر آورده به من پولم رو ندادی با فایزش، این چیزی تو از آن من می شود. مثلا یک انگشتر طلایی که مثلا قدرش $100 هست، شما در لومبارد با $70 میدهید و $70 رو قرض میگیرید که حتما با پرسنتش برگردونید تا که از نو انگشتر خودتون رو به دست آورید. و اگر پول رو در وقتش برده نداده، دیگر اون انگشتر $100 شما به دست اونها رفت و شما با همون قرض پرسنتتون دیگر خلاصید. که لومبارد ها در نزد خود مغازچه هم دارن که اکثریت اونهایی که پول رو برنگردانیدند و چیزشون در دست آنها همچون گرامون، آنها در همون یک پهلویش میفروشند که همون رو خریدن هم ممکن نیست عزیزان. برای اینکه شما کمک میکنید به یک پرسنت خوره که او این چیزها رو از جهت یا از طریق پول های پرسنتی خریده است، یعنی به کسی قرض داده است و آنها رو گرفته است. از لومبارد حتی خرید هم حرام می باشد، کمک به یک حرام خور است.